حضرت ثابت رحمت الله علیه پدر حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله یک شخص بسیار عابد و زاهد و پرهیزگار بود، ولی نهایت فقیر، نهایت ندار و تنگ دست بود. یک روز گرسنگی بالای حضرت ثابت فشار آورد، چیزی برای خوردن پیدا نکرد. از خانه بیرون شد تا غذا و لقمه حلال پیدا بکند، خودش را سیر بسازد. وقتی که راه میرفت به یک جای رسید که باغ جلب راهش آمد، یک باغ زیبا و انبوه از سیب. اینجا نهایت گرسنه بود، یک بار دست دراز کرد، از درخت سیب یک سیب را گرفت، نصف سیب را خورده بود. یک بار به خود آمد، گفت ای ثابت چه کار کردی؟ این باغ مال تو نبود، صاحب باغ برای تو اجازه نداده بود، چطور مال دیگران را بدون اجازه به معده و شکمت فرو بردی؟ الله از تو حساب میگیرد، الله تو را مؤاخذه میکند. حضرت ثابت پریشان شد، احوال و آدرس صاحب باغ را از مردم گرفت. وقتی که خانه صاحب باغ را پیدا کرد، رفت دروازه صاحب باغ را دق الباب کرد. صاحب باغ برآمد، گفت برادر مسلمان بفرمایید چه میخواهید؟ حضرت ثابت گفت ای مسلمان، من بدون اجازه شما یک سیب از باغ شما گرفتم، نصف آن را خوردم، ولی شما اجازه نداده بودید. این مال برای من حلال نیست، من از مؤاخذه و گرفت الله جل جلاله میترسم، آمدم که حقتان را بر من حلال بکنید، آمدم از شما اجازه بگیرم، این سیب را برای من ببخشید. اون صاحب باغ گفت ای مسلمان، ای مرد خدا، من تو را نمی بخشم، من در فردای قیامت این سیبی را که بدون اجازه از من گرفته و خوردی از تو اونجا میگیرم در محضر الله جل جلاله. حضرت ثابت پریشان می شود، به گریه می شود، می گوید ای مسلمان به حال من رحم بکن، من تحمل مؤاخذه الله جل جلاله را ندارم، در دنیا حسابت را پاک بکن، من آماده ام به باغ تو مجانی و رایگان خدمت بکنم، ولی حقت را برای من ببخش. صاحب باغ گفت نه نمی بخشم. دروازه را محکم کرد، رفت. حضرت ثابت پشت در همین طور گریه می کرد تا ای که نماز عصر شد. صاحب باغ از خانه برآمد، دید که هنوز حضرت ثابت پشت در گریه می کند. بعد اینجا صاحب باغ دلش سوخت، گفت ای مسلمان، به یک شرط من تو را می بخشم. گفت چه شرط داری؟ هر شرطی که داری برای من قابل تحمل هست، ولی گرفت الله، مؤاخذه الله در فردای قیامت برای من قابل تحمل و برداشت نیست. صاحب باغ گفت من میخواهم با دختر من ازدواج بکنی. حضرت ثابت شگفت زده شد، گفت این شرط بسیار خوشایند است، من با دل و جان میپذیرم. اما صاحب باغ گفت نه، این قدر هم آسان نیست. دختر من گنگ و لال هست، دختر من نابینا هست، دختر من گوشهایش ناشنوا هست، دختر من فلج هست، زمینگیر هست. با این دختر من ازدواج بکن، بعد من حق خود را می بخشم. حضرت ثابت یک لحظه به فکر و فرو می رود، چه کار بکنم با این نداری و فقر، با این همسری که زمینگیر است، گنگ و لال هست، نابینا و کر هست، چطور زندگی خود را سر و سامان بدهم؟ بعد وقتی که به فکرش میرسد این سختی دنیا آسانتر است از سختی فردای قیامت که خدا حساب بگیرد، میگوید من آماده ام، شرط تو را میپذیرم، با همین دختر تو ازدواج میکنم. روز معین میشود، نکاح دختر صاحب باغ با حضرت ثابت پدر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خوانده میشود. بعد صاحب باغ برای حضرت ثابت خانه آماده می کند، مهریه را خودش پرداخت می کند، مصارف ولیمه را خودش پرداخت می کند. بعد به حضرت ثابت می گوید بالای همسر خودت به اتاق داخل شو برو. حضرت ثابت با دل گرفته و افسرده بالای این همسری که زمینگیر و فلج و نابینا هست چطور داخل شوم؟ در را باز می کند، می گوید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با صدای رسا همسر جواب می دهد و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت ثابت متعجب می شود، پدرش گفته بود که همسر من گنگ و لال هست. بعد وقتی که به خانه می نشیند، همسر از جایش بلند می شود، در کنار شوهر خودش می نشیند، تعجب می کند، از همسر خودش می پرسد پدرت به من گفته بود تو گنگ و لال، فلج و زمینگیری، ناشنوا هستی،
خوشبختانه که هیچ کدام این مشکل در وجود تو نیست. دختر میگوید پدرم راست گفته است، پدرم هیچگاه دروغ نگفته، پدرم گفته من گنگ و لالم، بله این زبانم فقط در مورد چرخیده و حرف به زبان آورده که خدا راضی می شود، مواردی که خدا را به خشم می آورد زبانم به خود نیاورده است. پدرم مرا نابینا گفته، بله این چشم من مواردی را دیده که خدا راضی می شود، از مواردی که خدا به خشم می آید و ناراض می شود چشم من ندیده است. پدرم برای تو گفته گوش من ناشنوا است، بله گوش من حرفها و پیامهایی را شنیده که خدا راضی می شود، ساز و سرود و موسیقی نشنیده است، صدای نامحرم نشنیده است، لهو و لعب و غیبت نشنیده است. پدر برای تو گفته پای من فلج است، بله این پای من فقط به جای رفته که خدا راضی و خوشنود می شود، به راه و مسیری که خدا ناراض می شود، خدا به خشم و غضب می آید، این پای من قدم نبرداشته است. پدرم راست گفته است. وقتی که این دوتا زوج با دیانت و با تقوا یک جا می شوند، حضرت ثابت وقتی که با اون دختر پاک دامن و خدا ترس ازدواج و نکاح می کند، می دانید که به دنیا می آید شخصیت پر افتخار جهان اسلام، حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، زاده دامان پاک همون مادر هست. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به دنیا می آید که دنیا را درس فقاهت، درس علم و دانش، درس عرفان، درس بیداری، درس صداقت و ایمانداری می دهد. بله این هم نتیجه دامان پاک مادر با عفت و پاک دامن و دیندار و با تقوا هست.